بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم با ویدیو جدید و خیلی متفاوت. موضوع این ویدیو امروز این است درباره کالاف. یعنی گفتیم دیگه جی تی آی بذاریم کنار، نوبتی هم باشه نوبت کالاف. اومدم که آموزش بدم چجوری رمز تو عوض کنی. رمز اکانت تو اگر از قبل رو اکتیویژن سیوش کرده باشی، رمز تو یا دوست نداشتی رمز تو می‌خواستی عوضش کنی، یا اصلا رمز تو یادت رفت چجوری رمز تو عوض کنی. خب یعنی خود رمز تو چجوری عوض کنی. برای اولین کار ما گوگل می‌نویسیم اکتیویژن تغییر رمز. خب می‌نویسی اکتیویژن تغییر رمز. اولین سایت رو میاری بالا، اینجا بیاد. خب آمد میگه که تو الان باید ایمیلی تو بزنی، ایمیلی که اکانتت سرش ثبته رو بزن. خب ما الان ایمیلی میزنیم، اشرم شریفی جیمیل کن. بدون پایینی که زدی میاد توی صفحه دیگه. خب این صفحه نوشته که ما برای این همین ایمیلی که رو گوش شما ثبته، برای رو همین ایمیل یه پیامی ارسال کردیم. خب ما میاییم تو ایمیل ها هستش، تو ایمیل ها با همون اکانتی بود، دیدین رو همون اکانت این ایمیل ثبت بود گوش آشام شریفی 32.com جیمیل کن. خب میکشی پایین، کم دیر میاد، وایس تا بیاد. خب یعنی اکانت ساختیم، اگر نیومد بدون یا ایمیلتون اشتباهه یا اینترنت ضعیفه. خب الان من اینترنتم یکم ضعیفه، اینترنتم ضعیفه. خب وقتی که اومد ببینید الان برای من اومده، اینجا یک پیامی برای من ارسال کرده. خب اینجا برای من یه پیامی ارسال کرده، همین اینجا پسورد است، اون پایین نوشته پسورد، رو همون گزینه زرده همونی میزنیم، میره دوباره تو سایت. خب پایین میسیم تا بیاد بالا سایت. خب سایتی که اومد، ببین الان این سایت اومده برام. خب نوشته چی؟ نوشته این پسورد رو میخواد، پسورد جدید میخواد، نه پسورد قدیم بودگی شما یا یادتون رفته یا اصلا دوستش ندارید. پسورد جدید میخواد، مثلا آرشان. خب این دوباره آرشام 2. بعدش که دیدید جفتشون یکی بود، رمزا اشتباه نبودن، سیو رو میزنید. سیو که زدید دوباره میرید توی صفحه دیگه. تمام. الان رفتی توی صفحه دیگه، وایسی تا بیاد. تمام، رفت توی صفحه دیگه و رمز عوض شد. یعنی دیگه شما کار حله، رمزتون عوض شد. تمام. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای ویدیو جدیدم که تو کامنت ها بدید ویدیو درباره کالاف بذاریم یا نه. اگه کامنت ها زیاد بود دیگه جی تی آی اینا رو خنده تنزا رو میذاریم کنار، میریم سراغ کالاف.